مردا از 12 سالگی یاد میگیرن نباید گریه کنن. از 20 سالگی یاد میگیرن که نباید شکایتی کنن. مردا وقتی که زیر فشار زیادی قرار میگیرن کمتر از زنها به دنبال حرف زدن، کمک گرفتن یا مشاوره گرفتن میرن. جامعه به مردها یاد داده مرد که غر نمیزنه. مردها به جای گریه کردن عصبی میشن، به جای درد دل کردن سکوت میکنن، به جای گفتن حالم خوب نیست میگن ولش کن میگذره. ولی خب هیچ وقت نمیگذره. مردها بیشتر از زنها افسردگیشون رو قایم میکنن. افسردگیشون رو پشت خشم، پرخوری، اعتیاد، پرکاری و حتی شوخی‌های تلخ قایم میکنن. افسردگی مردها اسم نداره. هیچکی نمیگه اون روزایی که خوابت نمیبره، تایمایی که جون اینو نداری از تخت خوابت بلند بشی، یا تایمایی که هیچ چیزی خوشحالت نمیکنه اسمش افسردگیه. مردها تو سکوت افسرده میشن، تو سکوت پیر میشن. اما گاهی فقط یه جمله کافیه تا نجاتشون بدی. خوبی؟ حالت خوبه؟ من اینجا